اولا السلام علیکم شهروندان جمهوری اسلامی، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه آزادخواه، تمام مردم تاجیکستان. من دادگاه فیضت‌الله رحیمبوی 21 ایون سال 1983 در ولایت سوق ناحیه قانچی در عائله کارگر تولد شدم. و شما من حاضر میفهمانم که اویدی تمامی در حیات و سرگذشت من و هر یک فرزند تاجیک باید فهمد، نوابسته از قشر عادی تا سیاستمداری بلندپایه. مدتی 23 سپتامبر سال 2017 بنابر سببی که زهر دادن قصد کشتن کردم، من ترک تاجیکستان کردم. از همون وقت تا این روز این همه حجت، تمام حجت های در کجا بودم، در کجا گشتم، چی کار کردم، چقدر تهمت ها شد، حکمای سودکتی همه چی های. باید یک چیز فهمید، تمامی اساسا حاضر در تمامی تاجیک‌ها باید داند که از 12 فوریه سال 1990 بهمن ماه خونی جمع میکنیم 1.2 فوریه دو ماهگی 5.1.1991 جمع میکنیم 6 9.9.18 2 جمع 4 6 همونجا 24 تا بودم قطع کردم مردم خیست. حال همون زمان تمامی سیاستمداران میدونند که امامعلی رحمان نبود. امامعلی رحمان در رو رئیس کلخوزی دنگره بود. از همونجا باید هر یک کدام ما دانیم که شب تولد میشه. همون وقت امامعلی رحمان میدان سیاسی بنام. برای همون از همونجا اوجه کد امامعلی رحمان بود. امامعلی رحمان دنیا به طریق همون کودها اداره میشد و به طریق همون کودها شکاری روشنفکرو رفته ایستاده است در تاجیکستان با طریق کودهای امامعلی رحمان. من همون حاضر میفهمم شما با گوگل هست تمام دلایل سابشستوی کانالی ما با هست تحلیل های هر یک کسی که چند کس قتل کرده کشته آمده سیان زندانی کرده روشنفکر آزاد اندیش اینتلیگنت ژورنالیست دکتر حقوقشناس ادوکات روزنامه‌نگار همه انا همین راه قطعی مردمی که در بین مردم لیدرز که کار چیز دارد با انامخه راه قربانی کرده آمده سیان و همون کد رقمای من شما میفهمونم حاضر انجام دیدا استاد دانم رقمای دیداستان 05/11/1952 یعنی که 1952 این سال تولد امامعلی رحمان روز ماه است که 5 جمع 11 میکنید 16 حاصل میشه. فهمیدین 16 یعنی 16 سسیه 16 سسیه به امامعلی رحمان سر قدرت آمد. اگر 1952 جمع کنیم یک جمع 10 پلس 5 پلس 2 17 میشه 17 یعنی که 16 جمع 17 33 3 جمع 3 6 یعنی یکم 6 که انا گفتم که 24 حال امامعلی رحمان نبود انا کو این شو این در حقیقت تولد شده این من این دو تاش فالشی روجه این ساخته است امامعلی رحمان برای سر قدرت آوردن من این دولت‌های همینجا که برای اون که سالهای 2004 2005 رستم امامعلی در شهر هامبورگ میاد گرمانی ده همونجا با اپریدیلون همون ششای سیستمش همونجا قسم یاد میکند کدوش میسازن با این شش برای همون 24 33 اینا میخه چیو که 16 33 همش با همین امامعلی رحمان سال تولدش داخل دارد همون 12 فوریه سال 1990 سال کرد. من این 19 برادر 12 1987 سال تولد رستم همینه روز ماه کتی 19 کتی کرامت شریفوف هر کسی که از من نشون میتونم با صاحب شیستی همه شکار میکنن اینا شکاری روشنفکر و آزاد اندیش همه رقم کتی روز حساب میکنن اساسا لوبای به همه برنامه های برای همین 12 یعنی که سیم رژیون با تعلق داشتن همونو چی میکنن اینا جمع میکنن و سه میکنن همون بچهای سیم بر ضد روشنفکر استفاده میبرن سیم رژیون همه خیلی کار میکنن یعنی اخیرش حساب میکنیم 8 و 7 15 میشه یک جمع 5 6 یعنی یک تا 6 یعنی امامعلی شد دویم 6 یعنی رستم شد اخیرش
انی آزاده حساب میکنه 301 3 январи 1978 گوگل به های فهمیدین اخیرش حساب میکنین 7 جمع 8 15 میشه 3 جمع 6 یعنی 3 کس قرار قبول میکنن 6 6 6 18 میشه اگر دلیری امام علی گرفتن یا عبدالله غربتی گرفتن یا دیگه آدمای هم همش گیرن عبدالستار همه گیرن همون عثمان نشون میتیم همونا همش 18 میشه حساب کنید 3 تا 6 میشه انا 3 کس ریشینی قبول میکنن پشت این با چی در داخل چی در بیرون گروه ها هست گروه های ساخته شده هست چی در پشت این گروه های ساخته شده هست اگر شما حساب کنید تاریخی سودی اولیه که سودی اولی ممنوع اعلام کردنی گروه 24 تاریخی حساب میکنید تا 24 میشه برای همون این رقم ها 24 میشه فهمیده نه اگر حساب کنیم همیشه 11 میشه 24 میشه همه خیلی کار میکند رقم های 24 15 میگن که این اینجا 15 میشه فهمیده نه اینجا 15 شد 15 24 6 اینا همون 6 به وابسته بود دیگه رقم ها همینو به تعلق دارد فهمیدین همینو به تعلق دارد وقتی که همش جمع کنی 9 میشه ایزولیاسیون 9 میشه 19 شکور مثلا عمر قوت حساب کنید روزی مرگش 16 میشه یعنی که بر ضد 16 سه رفت دیگر رو هر خیلی همه خیلی 19 میشه مثلا کرامت شریف دیپارتاسیون کردنش ایزد امانت دیگر رو قتل کردن همه خیلی رستم پریکاز میتونه آزاد پریکاز انمی صفر خطی کار کنید شما همه وقت برای همون پشتی مثلا اگر حزب نهضت اسلام چیکونی اگر 24 گفتم که 29 فوریه سال 1990 24 سال میشه برای همون گروه 24 منیم با کمانده رستم به تعلق دارد چی من آزاده با اگر حساب کنید اگر این 19 میشه با 19 یعنی که حساب کنید اگر حزب نهضت اسلامی ممنوع اعلام کرد چی سودی اولی های گوگل با های ژورنالیست های خارجی و اینایست اینا کار کرد نمیتونن و چیزایا دلیل همش در داخل گوگل از روی فکت گپ میزنیم سوری نمیمید برای همون انا خیلی 15 6 میشه برای همه خیلی کودکتی کار میکنن و وقتی که امام علی رحمان یگان نفر اکسترادیت کردن میشه کسی وزیر خارجه امام علی رحمان باشد اگر میگه که من مثلا من اکسترادیت کردنی باشد از آلمان و تاجیکستان امام وزیر کارهای خارجیش روان میکنه خودش تلفن میکنه امام علی رحمان ما موضوع فکت هم نشون میدیم بعد همه آدمش میبیاد پیش از آمدنش امام علی رقم میتید هم و رقم وزیر کارهای خارجیش یگان وزیرش نمیدونن میگه که همون وزیر همه امنیتش بده یا وزیر کارهای خارجیش بده راهبر دولتش بده اینو میدونن دنیای همه خیلی رقم کتی اداره میکنن هر یک راهبر دولت رقمای چی دارد که اینو میدونند که همین رقم کتی همون کارشو بود کردن در کار افتاد فهمیدین برای همون برادرای من انا اینجا به сообществе کانال ما сообществе کانال ما من اینجا میدارایتون کانال ما сообществش اینا می آدما من آدما همش همه خیلی رقم کتی اینجا به مثال چیوشو نه لینک های موندگی ما لینکتی با حساب میکنید تا خودتون این مثال من اولین تاریخ شناس هم خیلی 1206 اگر 1206 جمع کنید بگر ماه ایون بود 12 ایونی 2024 یعنی که چی میشه 16 میشه فهمیدین 16 میشه 18 میشه فهمیدین 18 میشه اگر 8 دیگر جمع کنید بگر 26 میشه 2 جمع 4 2 جمع 6 8 میشه 88 ماشینایی که میدونتون شما فهمیدین از گوگل فهمیدین همه خیلی کار میکنند همه سیرکا این پریزیدنتی سابق هم خیلی فهمیدین نه اینمی شوکت جان حکیم فهم محمد باقر هم خیلی کادو کتی خطل کردگی موندگی مو میدارین خودتون میبینین عمر علی قوت هم کرامت شریف هم دیپورت کردنشون من این بچهای گروه 44 که بدخشان بود همینای هم خیلی کردگی بزرگمهر یاروف هم خیلی کردگی من این ژورنالیست کارگر امنیت بود همینا هم خیلی کردگی این بچه ها که بدخشانی بود بلاگر اکتیویست همینا هم خیلی کردگی خوش آمد این امریدین هم خیلی چهارشنبه هم خیلی این شاعر نویسنده هم خیلی این دکتر هم خیلی این پریزیدنتی به نامزدیش مونده بود بچه بدخشانی انا همین هم خیلی همه خیلی کردگی این چیزایی بینیم این بچه هم خیلی کردگی فهمیدین حقوق شناس اکتیویست بود گروهی 44 فهمیدین این گنرال بود خوابش هم خیلی کردگی الفت خانم
همه انم خیلی کودکتی شکر ایزد امونم فهمیدین زاوقی امینیم ابسط این 10% شما کردی دلیل امام علی عبدالله غربتی همه خیلی کودکتی چی کردی همه خیلی شکر کردی انا کم من شما با حیات خودم میفهمونم در مدتی 7 ساله که من در همین جا قرار دارم 2555 روز میشه 23 سپتامبر 2024 بود هر روز پرابلم تهمت انا خیلی بهتون میسازم یکم من شما رو میسازم من نگاه میکنیم اینجا با کاغذ نگاه کنتم من نگاه کنتم روز 16/08 من اینترویو داده بودم 2018 همون وقت اینترویو دادگیم با برادرها من زبان نمیدونستم و ترجمه روس اشتراک کرده بود اینا کاغذاش همشه من بعد زبان یاد گرفتم همشه اینو اصلاح کردی اینا اصلاحای میدونین اصلاح کردی همشه که خطا بسیار است اینجا فهمیدین بعد برای من زبان نمیدونستم سال 2018 همش همه این کاغذها همش به هایی خطا است هم اکثریتش اینا ببینید خط کشیدگی من اصلاح کردگی بسیار چیزایی که من نگفتگی نیستگی من میفهمم و انا این است انا اینش هم همین کاغذها اصلاح کردگی همش هست اینا من بچهای آمد با از آلمان روان کردگی از آلمان برآمدگی همه کاغذ انا این کاغذایی که چقدر تهمت ها همش سودی نیستن چون همش پراف روندگی من فهمیدید برای همون 25 ایونی 2024 من گشته دعوت کردم 5 سال پس جواب نداده بودم 5 سال نه نگاتیو نه پوزیتیو یگان چی نداده بودم بعدا من دعوت کردم برادرای من پرسیدن کاراتکا اویدی من فعالیت حرکت سیاسی پرسیدن من اویلدار بودن یا نبودنم پرسیدن اویلدار نیستم گفتم سبب جدا شدن نپرسیدن کجا تولد شده تاجیکستان پدر و مادرت کی بود نپرسیدن همین چیزای اصلا اما اویدی شخصیتم بسیار چیزای نپرسیدن و جواب دادم نگاه کنید 16/08 امام علی رحمان دولت آلمان به زنگ زد گفت که جواب اتکاسته اکسترادیسیا کنیم گیرم من و در همین کاغذاشون 3 تا پونکت موندن که سبب اتکاس دادن یعنی که برای چی من اویلم جدا شدم اون سببش رو من میفهمم شما همین سوال ندادم میدادم من میفهمم و یا فهمیدین برای همون خلق تو بدوند مردمی من داند اساس مردم فهمیدین انا این بعد این 16 دیدین انا چیکتی کد کتی میره فهمیدین انا اینا уже сопроводительный письмо اینا оригинал 19 ببینید 19 درجه رستم یعنی کمانده رستم باید کار کنه تهمت‌ها کردی گرد و اطراف من باشد و نبلودت کرده من دپورت کنم امام علی بسپارن و امام علی قتل کنم بعد اویلدار بودن نبودن انا اینجا بیام یک دیگه تهمت وقتی که من اویلدار بودم و اویلم جدا شدم من همینجا بعد وقتی که باید ترسی برزیدی کلانا رفتن اسنوسون ایدئولوژی من فهمیده انا اینجا بیام کدای تهمت بیام ها اینو اثبات کردم من 16 تاریخی 18 دیدستان 19 فهمیدین 19 همش این کاغذای افیسیالی اینو اثبات کرد اگر میپرسید روز 25 رفته بود من اینو نشون میدادم فاکتو که همه خیلی وقتی که همه خیلی تهمت بود این اثبات شده انا این کاغذی که حسین میگه کو این کسال یا بیمار شد انا این کاغذی که شویتزاری با وقتی که من زدم برادرو 9 ساعت پیتکا کردم و بعدم سر دادم همونجا با برادرای من که باشه اینجا با کاغذ اصلی همین کاغذای من شما با فهمونم فهمیدین انا این کاغذای وقتی که من 9 ساعت پیتکا کردم این وقتی که بلنسه میرید جراحاتو میگیرد که انا اینجا به نیستگی جراحاتوی من داشتیم برای همون رسورس اساسا در شویتزاری میرود کو طبق گوگل هم چکنین دولتایی که заинтересован تاجیکستان رو میکشونن ماده 13 اساسا خیتای شویتزاری همون دولتای روسیه همونا برای چه خودشون شتاب پیتکا کردن و همه خیلی کنن سپاسات کنن خودشون همین کار کردن که شتاب من این کاغذ کنم فهمیدین این هم همین چیزش حساب کنید درجه امام علی رحمان نگاه کنید درجه امام علی رحمان جمع کنی 16 میشد 17 میشد همیشه 33 میشد همین تاریخی همین کاغذ هم جمع نگاه کنید جمع کنید
خیلیش به 24 میشن، یعنی 24 رو فصل میتیم، 24 رو فصل میتیم و آینده با میگویم این 30 میکند، اینش 33 زکزی امام علی رحمه کردیم. همه کاغذها با کد همین است. پرتجین 7 سال همش کاغذ که من شما فقط نشون دادم. برای همون دلیل امام علی گرمگرش 15 ایونی سال 2022 محکم کردند. یعنی 15 یک جمع 5 6 ماهگی ایون سیوم دویم 6 2022 3 تا 2 6 همش همه خیلی فهمیده نه؟ الان اینجا هم خیلی 3 تا 6 جمع کنیم اگر 18 میشه. 18 همه وقت ایزولیاسیون تورما فکر کنین این حوزه اخیرا دستگیر شدگی علمای حساب کنید کار 12 6 ماهگی به محکم کردم سید جعفر اما جمع کنید 18 میشه. فهمیدین؟ یعنی که ایزولیاسیون برای